کل جوانان شهر دوشنبه در این مکان 4 روز باز نمایشگاه فروش محصولات کشاورزی جریان دارد و ساکنان میگویند نرخ اینجا نسبت به بازار و مغازه ها ارزان تر است. آنهایی که میگویند به فرق از سال گذشته امسال نتوانستند چند نوع میوه را به سری خریداری و استعمال کنند از اینجا پیدا کردند. تربوز و خربوزه فرقیت دارد، همه چیز همین 10 سومون 5 سومون فرقیت دارد. واسه فکر کردم اویلم با گفتم که واسه روام اونجا مثال میوگی را همه جا خریده تا جای خودم برم گفتم. امسال نرخ میوه و سبزیجات در بازارها گرانتر است. از جمله حالا در بازارهای کشور نرخ انگور شاهانه 50 سومانی برای 1 کیلو و یک خربوزه تا 80 سومانی ارزش دارد. گرانی چنین محصولات را به نامساعد آمدن باد و هوای زمستان امسال مربوط می‌دانند. این دهقان از ناحیه ورزاب به این نمایشگاه تربوز آورده با نرخ نسبتاً ارزان می‌فروشد. یک ماشین آوردم 700 دانه آوردم منم بخاطرش موند. چند سوم می‌فروشه؟ چند سوم؟ حدود 3 دانه‌اش 20 سوم فرسایشیدم. بازار به چقدر نرخش؟ بازار در قیمت بازار قیمت 30 سوم 40 سوم در بازار 25 سوم. خیلی باقی آخرش مونده ارزان فروخته شدم. در این نمایشگاه فروش محصولات کشاورزی در برابر میوه، ساکنان گوشت و سبزیجات را هم با نرخ نسبتاً ارزانتر از بازار پیدا کرده می توانند. گوشتای ناس 60 سومانی خریده. بازار به چند سوم؟ 70 سومون، 75 سومون. نرخ محصولاتی که در یارمارکه‌های روزهای استراحتی تعیین شده است نسبت به بازار اندکی فرق دارد. بسیاری ها میپرسند اگر محصولات را چنین ارزان فروختن امکان دارد چرا قیمت آن در بازارها بلند است؟ دهقانان میگویند در یارمارکه‌ها از پرداخت پول اجاره و حق بازار و مالیات آزاد هستند و بدون میانرو مالشان را به خریدار پیشنهاد میکنند. در 3 روز کمی ما اشتراک کردیم 3 تانه فروختیم. فقط کارتوشکا 2.5 تانه سبزی سودا کردیم. نسبت نرخ بازار 2 سوم 3 سوم فرق میکنه. مثلا سبزی در بازار 7.5 سومه ما 4 سوم فروختیم. کارتوشکا ما 5.5 6 ما 4 سوم فروختیم. در شب و روزی که نرخ میوه و سبزیجات در بازارها گران است، ساکنان از برگزاری چنین نمایشگاه فروش اظهار قناعتمندی میکنند. آنها میگویند اگر دسترنج دهقان بدون میانرو به دست خریداران رسد، آنگاه میتوان نرخ محصولات را از بالا رفتن در بازار نیز نگاه داشت.